تشکری رویا دوست از علاقمندانش و مریضی لاعلاج رویا دوست هنرمند کشور در اروپا مشخص شده است. رویا دوست در کدام کشور زندگی می کند و چرا در شفاخانه بستری است؟ دلیل تشکری کردن رویا دوست از علاقمندانش چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. رویا دوست هنرمند جوان، موفق و ناماشنای کشور است که وی کارهای هنری خود را در سال 2008 بعد از آنکه آریانا سعید کنسرت‌های در افغانستان برگزار کرد آغاز کرد. هرچند رویا دوست دختر سینما بوده است، اما علاقه‌ای که به هنر موسیقی داشت آهنگ‌هایی هم ثبت کرد که مورد حمایت و تشویق فراوان دوستداران و علاقمندانش قرار گرفت. رویا دوست در اصل از ولایت زیبای ایراد بزرگ شده جرمنی می باشد. رویا دوست در اوایل کارهای هنریش با اسیب سعید یک جا در برنامه‌های آریانا سعید اشتراک می کرد که همه فکر می کردند گویا رویا دوست نامزد اسیب باشد، اما تمام اینها حقیقت نداشت و شایعات بوده است. اکنون که رویا دوست رابطه هنری خوبی با آریانا سعید ندارد، وی بر اثر سرطان خون در شفاخانه در آلمان بستری است. رویا دوست از تمامی دوستداران و علاقمندانش بابت دعای خیرشان به خاطر صحتیاب شدنش تشکری کرده است. رویا دوست 37 سال سن دارد. وی در کشور آلمان تنها زندگی می کند. وی یک بار ازدواج کرده بود اما از همسرش جدا شده است. وی اکنون با یک پسرش در آلمان و دور از خانواده‌اش زندگی می کند. من هم آرزوی صحتیاب شدن برای رویا دوست از بارگاه عزت منان تمنا دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان رویا دوست به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.